این صدای هواداران منتخب فوتبال تاجیکستان است که در قطر پیروزی بر دسته لبنان و راهخط به دور 8 نهایی جام آسیا را جشن می‌گیرند. با پیروزی بر لبنان با حساب 2-1 تاجیکستان در گروه ا جای دوم را صاحب شد. در نشست مطبوعاتی پیتر شیگرد به شاگردانش و دسته رقیب منتخب لبنان بهای بلند داد. فراموش نکنید 2 گل ما را حساب نکردند. قرار درست بود، ولی از نقطه نظر روانی پشت سر کردن این حال دشوار است. دسته ما تن نداده مبارزه را دوام داد. آنها آماده‌اند برای وطنشان جان فدایی کنند. من تمام مردم تاجیکستان را با این پیروزی تبریک می‌کنم. پرویز جان عمربایف بازیگر بهترین این قوه‌آزمایی و مؤلف گل اول به دروازه لبنان نیز در نشست مطبوعاتی بعد بازی حضور داشت. خوشحالم که به دسته‌مان کمک کردم. این دستاورد عمومی ماست. صرف نظر از گل لبنان ما حمله هایمان را دوام دادیم. شکر خدا به هدف رسیدیم. شکر خدا добились своей цели. بینندگان ارجمند، تفصیلات بیشتری قوه‌آزمایی‌های تاجیکستان در جام آسیا را که این روزها در قطر ادامه دارد در برنامه نوید و اخبار بخش تاجیکی رادیو آزادی تماشا کنید.